سلام. امروز میخوام براتون یک کتلتی که معمولا بیشتر اصفهانی‌ها درست میکنن و منم خودم چون اصفهانی هستم و این کتلت بسیار ترد و نازک و خوشمزه در میاد بهتون یاد بدم. خب حالا همونطور که بهتون گفتم این سیب زمینی نیم پزه، میبینید اصلا هیچ جوری من لهش نمیتونم بکنم. این سیب زمینی رو رنده میکنیم که میبینید ما سیب زمینی رو رنده کردیم. این گوشت رو هم بهش اضافه میکنیم. یک دونه تخم مرغ رو توش میشکنیم و مقدار کمی نمک. حالا دیگه اونا دیگه یه مقدارش بستگی به خودتون داره. من معمولا برای اینقدر یه قاشق چای خوری میریزم، تقریبا یه قاشق چای خوری سرخالی زردچوبه، پاپریکا یه قاشق چای خوری و باز تندی کتلت هرچی تندتر باشه خوشمزه تره، ولی بعضیا ممکنه مثلا حساسیت داشته باشن یا بچه کوچیکشون بخواد بخوره. فلفل هم به اندازه‌ای که خودتون مطابق میلتون هست میتونید بریزید و بعد این رو خوب ماساژ میدید طوری که این کامل دست به هم بده. خب حالا مرحله بعدی اینه که مایتابتون رو میذارید روی گاز، توش روغنتون رو میریزید، یک کمی از این آرد رو روی تخته میپاشید و یک کمیش رو همینجور به این قاشقتون میذارید، یک کوچولو از این رو برمیدارید، این رو به این شکل انجام میدید و این کتلت خیلی ترد میشه. کتلتی نیست که با دست میزنن توی آب و تو کف دست درست میکنن و مغزش حالت نپخته داره و این به این شکل. خب حالا بعد از اینکه این روغنتون قشنگ داره داغ میشه، این داغ شده، کتلتاتون رو به این ترتیب میچینید توش. خب ببینید این کتلت چون کاملا موادش یعنی سیب زمینیش قشنگ نیم پز بوده، اندازه سیب زمینی و تخم مرغ با هم دیگه جور در می اومده. در غیر این صورت اگر که شما یا سیب زمینیتون خیلی پخته شده باشه یا سیب زمینی خیلی زیاد باشه گوشت کم و یا برعکس، قطعا کتلتتون وا میره. ببینید الان نه وا رفت نه هیچی. حالا اگر 1% یه وقتی دید، همیشه وقتی اگه مبتدی هستید یک دونه رو بذارید توی مایتابه، اگر دیدید که وا نرفت بقیه رو بذارید. اگر دیدید حالت داره که این از کنارا گوشت ریز ریز داره از هم جدا میشه، یه تیکه نون باگتو توی آب خیس کنید، له کنید کف دستتون و توی مواد به اصطلاح بندازین و همش بزنید. یا اگه آرد نخوچی دارید یا یه کوچولو آرد نشاسته دارید، آرد ذرت دارید، رنزه یه قاشق اضافه کنید به مایتون، وگرنه کتلتتون وا میره، نمیتونید یه کتلت خوب داشته باشید. خب همطور که میبینین کتلت تموم شد، چیدیم توی دیز. من خودم اول از همه یه تست کنم که خب میتونیم هم با نون لواش، نون باگت، با هر نوع نونی که دوست دارین میتونید چون خودم درست کردم خودم خیلی نمیتونم به و چرشف کنم، ولی باید شما بخورید و لطفاً برای من کامنت بذارید و لطفاً اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید. ممنونم.